به نام خداوند. تاپیک امروز ما در قسمت 77 480. اوکی. روز گذشته تا به قسمت هم مطالعه کرده بودیم و به ادامه قسمت هم. خب مساوی R&D قوس شروع بس انتر. یک مقدار مسائل دیگه در قسمت هم در قسمت پاراگراف باقی مونده کنه و امروز به شما عرض میکنیم. او عبارت است که اگر شما یک متن به واژه های دری یا فارسی نوشته میکنید چطور کشف کنید. فرض مثال اگر ما جهت کنترل آر میبرم سایز خط بزرگ، مثال ما نوشته میکنم افغانستان، کشف و شفت همراه جی پرس کنین افغانستان و یا شفت همراه داش. در بعضی کمتر اغلبا شفت همراه جی کار میکنه، در بعضی کمتر اغلبا میتونه شفت همراه داش کار بکنه و از یا میتونین شما استفاده بکنین. اوکی. و شما میتونین به بهترین نحو شعر بنویسید. مثلا به چی نحو؟ فرض مثال اگر ما میخوایم یک شعر نوشته کنیم به این ترتیب قرار بگیرم، مثلا اگر ما میگم کنترل آر به طرف راست سایز خط بزرگ میکنم، مثلا نوشته میکنم افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز مثلا نخورد آب زمینی که بلند است. اوکی. بنان یعنی مصری شیر فعلا به شکل چی آمدن؟ به شکل مستقیم نوشته شده. اگر یک تعداد افراد از شما میپرسد به این ترتیب نوشته کنین، به این ترتیب نوشته کنین، بسیار منظم، پس شما چطور ممکن است که تو یک حالت نوشته کنین؟ فرض مثال انتخاب دلیت اول یک شپ رسم کنین برش. ببینید انزرت اینجا ما یک شپ رسم میکنم که مسائل بسیار مسائل مهم میتونه باشه. شپی که با مجردی که شما رسم کردین. اوکی. بعد از او شپ دیزاینش تغییر بدین، هر دیزاینی که خواستین. رایت کلیک کنین به شپ بگین اد تکست، به داخل شپ شما نوشته کنین. سایز بزرگ فرض مثال نوشته میکنم افتادگی آموز اگر طالب فیضی. بلند شما مستقیما زاویه زیر تغییر بدین به این قسمت قرار بگیره، مشکل نیست. بعد از اون به قسمت شپ اوتلاین برین، نشان بگین نان باشه، نو اوتلاین، دیگه اوتلاین نداره، بسیار به نحو اساس نوشته شده. اگر خواستین متنش رو تغییر بدین کنترل انتخاب، از جمله خطای ایران نستعلیق استفاده کنین، نوشته کنین ایران نستعلیق اگر داشتین. اگر نداشتین پس مجبور ستاپش انستال کنین. پیش من ستاپ هست، قسمت ستاپ فونت. اوکی. yes next انستال. ستاپ شود انستال کنین. خود ایران نستعلیق یک فونت خاص میتونه باشه، ولی با مجرد که اینستالیشن میشه و تکمیل میشه و قادر هستم که از این فونت استفاده کنم. ولی اگر نوشته میکنیم ایران نستعلیق اضافه شد، سایزش بزرگ. کاپی از ضرورت است کنترل پرس کنین مستقیما کاپیش. این قسمت وانی کنترل پرس کلیک کرده. اوکی. روی قسمت کلیک کنین و کنترل پرس کنین یک مسیج براتون بده. اگر کنترل بعضی اوقات کار نمیکنه، خصوصا در آفیس 2013 خیلی دقت کنین. اگر یوزرتون ادمنستریتور نبودین این گپا بعضی اوقات کار نمیکنه، حتی سلکت کار نمیکنه. بعد از کنترل سی کنترل وی کنین، کاپی پیست بگیرین. اوکی. مثل بعدی شما مثلا نوشته میکنیم هرگز انگلیش میکنیم شه هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. اوکی. کلیک کنین مستقیما نمو دیزاین اختیار میکنه. و اگر خواستین دیزاین متن گپایش بتین کنترل سلکت کرده به فونت میدید. ما به شما عرض کرده بودم قسمت تکست افکت، اینجا تکست فیل است. رنگ اول میتونین، دوم میتونین، سوم میتونین و به این ترتیب چهارم پنجم ست کنین. هر رنگی که مورد علاقه تان هست. دوم فرض مثال رنگ سوم به این ترتیب، رنگ دوم به این ترتیب انتخاب میکنین، چهارم فرض مثال به این ترتیب و به عنوان آخری رنگ پنجم مثلا این رنگ باشه. اوکی. اوکیش کنین اتوماتیکلی اپلای میشه. بسیار مثبت. و اگر خواستین نمی رنگی اپلای شد کلیک کرده خلاص کنترل اینجا برین شما تکست افکت
قسمت فل و اتومات گریدینت رنگ ها رو دیزاین کردیم. اوکی خلاص. میتونین یک قسمت خاص انتخاب کنین. فرض مثال طالب، این قسمت انتخاب کن طالب فیضی. شفت اپرس که اگر سر کار نکرد یک رنگ خاص اختیار کنه. فرض مثال این قسمت انتخاب کن شفت، اگر یک رنگ خاص اختیار کنه فرض مثال باشه سیاه. شما میتونین به بهترین نحو شعر و چیزا که نوشته میکنین. خب اگر خواستین تصاویرتان به عقب بیفته، یک تعداد سوال میکنه که تصاویر من فرض مثال به عقب بیفته، یک کمی رو به این قسمت قرار میدیم، میرم به این قسمت قرار میدیم. اوکی. خواسته باشین تصاویرتان، لطفا باز یک شپ رسم کنین. انزرت شپ. و مجرد که شپ رسم کردین، این شپ بگوین چی؟ بیهایند. اینجا بین بیهایند بسازین. زمان که شپ بیهایند ساختین، حالت شپ هم چنج کنین. بعد از این به شپ برین در قسمت شفل پیکچرز. یک پیکچر اد کنین ورک آفلاین. فرض مثال از قسمت درایو ای افضلی آل ریکارد نه، بلکه مثلا پیکچرز. اینجا مثال یک تصویر هم اضافه میکنه. ولی باز هم تکس معنی تصویر شد. شما ببینید دوستا، اردوی زیر شفت پرس کنین، اینا انتخاب کنین. اینا چی کنین؟ قسمت شپ فل ببینین، اینا نو فل بگیرین. خیلی دقیق باشین. یا شپ فل چنج کنین. اگر شپ فل تا نو فل است، اینجا شما بین اوتلاین تا هم نو بگیرین. اوتلاین هم اگر منظم است پس دیگه مشکلاتی وجود نداره. فقط صرف بعضی چیزای دقیق باشین که شما متوجه یا جور است تکسمون. اینا را قسمی بسازین که یعنی قسمتی که فرض مثال میخواین از آخر شما استفاده بکنین تصویر به شما یعنی متن روی تصویر قرار بگیره. شما میگه نو اوتلاین درست، اینا فلش هم نو بگیریم. اینا درست شد. ایشام انتخاب کردم. ما بگیریم شفر نافل درست انشاءالله. یکی فکر میکنم متن بالای تصویر افتیده و شما قادر هستین که فرمت تصویر دبل کلیک کنین، رایت کلیک و پراپرتیز شف فرمت. اینجا شما چنج کنین. ببینید فرض مثال خود فلش هم میخواید چنج بکنید. تصویر کمک منظم تر تاریک تر قرار میتیش قرار بتیش. تصویر میخواید تریدی بسازی، کلوزش که باید تریدی بسازش. او نظر بلاقی تو از تریدی میسازی. شادو میتی اینجا تریدی هم هست. اوکی. بعد از این مستقیما از این تصویر میگیری با قسمت سرچ برو، چون ویندوز 8 به استارت منو قسمت سرچ این نوشته که سنپینگ بعد نیو اتومات درگش کن. خلاص تصویر گرفت. کنترل سیو به دسکتاپ. فرمت جی پی جی باشه، پی ان جی باشه، هر فرمت جی پی جی باشه. سیوش خلاص ایران کلوزش کن. ایران منیمایز به دسکتاپ بیار. صحیح شد انشاءالله. یعنی شما قادر هستین بهترین دیزاین ها را خودتان ساخت و ساز داشته باشین. این چیزی بود که اکثرا دوستا تقاضا کرده بودن که بعد با آموزش ها گفته شد. اوکی. خب بحث دیگه جدید که شروع میشه دوستای عزیز R&D قوس رو بحث انتر قسمت هیدنگ هاست که ما به شما عرض کردم. شما میتونید از هیدنگ ها استفاده کنید بعد نحوی خواستین. فرض مثال یک استایل است، استایل برش میتین کلیر میتونین فرمت کلیر کنین یا نیو استایل باشه کلیر فرمت و پس کلیر بشه. میتونین اپلای نیو استایل بسازین، مودیفای بسازین. فرض مثال نامش باشه به نام افضلی و در ضمن نورمال باشه، بله نوعیت خط باشه مثلا ایران نستعلیق و سایز باشه مثلا 16 بولد ایتالیک اندرلاین رنگ ایتالیک شان به این ترتیب باشه. اوکی. بعد از او نیو داکمنت یا دس اونلی داکمنت در کل استیج اوکی. خلاص یک فرمت و دیزاین است. از اینا میتونید به نحو مثبت اضافه کنین استفاده کنین اپلای کنین. خلاص کاملا همون دیزاین است. اگر شما به این قسمت بین به نام افضلی ما یک دیزاین جور کردیم.